دید برای تر سوال چی با دختر امامعلی رمال نمیکنه والله اختیار داخل چه ترش کار میره با دختر امامعلی اترا چی کار داره که بعد حجاب داره میرین رد میکنین نه چی با دختر امامعلی رمال نمیکنه یک دقیقه بکن بگو بیزور اختیار داره با یک رمال نکردن هیچ کس از دین خارج نمیشه و هیچ کس گناه سخت نمیگیره رمال نمیکنه سوال چی با دختر امامعلی رمال نمیفورش نمیکنه چه در فرقش چیه چی با زنی حجاب داره وقتی که میخوای حجاب کنه شما میرین در چی نمیکنه همه تاجیکستان حجاب داره چه دروغ میگوید چه کذابی میکنی شما رد میکنی چه تو کذابی میکنی زبس امامعلی را میگن اینام امامعلی گپ میزنی زبس تا آخر بمون کنی چی میگه در زبسش میگه که این آخرش میگه کی گوش کو گوش کولی به گپ زنیم اخی میگه کی به آخرش دیکتاتوری نکوخ ما گپ زنیم در زبسش میگه که سطر سیاه پوشی دیسپلین درمان نبود او چای تو نپوشیده نه او چای من نه بی بی ما نبود گوش کن آخی ما میدونیم ما زنده ایم چی تو نمیدونی میگه که برین از رایون غرب از لباس پوشی را یاد بگیرید لباس های شاد همون سطر همون برادر کی همون برادر قجمه گپ زدیم لیش نداره او های تنی مو حق نداره گپ زنه او های تنی مو حق نداره آواز امامعلی رمانو گوش کنید شما تمام دخترها رو فهمونید اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن پیش از همه این بیسوادی بیمعرفتی هست سوادی کافی ندارن اونا و هم گورا گشتگان حتی از همون زندگی خودشون نمیدونن چی کار میکنن حمیدی آخرش نمیگه برین از رایون غرب باید سوال دیگه یا ایش رو تصیح کردی یا سوال دیگه رو تا سیاه کردی یا سوال دیگه چی با که دموکرات یای همه دا ممکنه چی با که در پاسپورت یگان زنه که کبرا بین در پاسپورتش سطرکی صورت گرفتگی های فرقش در پاسپورت سطر چی در کاره در پاسپورت یا بسم الله الرحمن الرحیم من روسیه آمدم زنون پاتنت میکنه در پاتنتش میگه سطر قطعی بگی پاتنت دولت اروسا میون پاتنت کردسم میگه سطر میگم سطرش بکشم میگه نه можна так هم خیلی بگی میگه خیلی можна میگه گرفتم که در جای можна پاتنت قطعی گرفتم سطر قطعی پاسپورت رفتم گرفتم برای اومدن برای روسیه اومدن پاسپورتش بگیرم میگه سطر تا بکش با پاسپورت میگیریم سطر تا نکش پاسپورت نمیگیریم خداوند تعالی پیغمبر خدا را گفت با دشمن روپارو شدی با مشرک روپارو شدی اگر در جان خطر داشته باشد تو میتونی که با زبان بگویی که تو مسلمان هستی یعنی دل تو مسلمان جای گپ میزنی دشمن امامعلیه ما نگفته سمش که مسلمان نیست اخی ما گفته سم مسلمان نیست ما چی گفتیم خیلی بس من گپ زنم اخی اگر خدا تو باید قرآن باور داری برادر کمران الحمدلله باوری داری برادری عزیز خداوند تعالی در آیت قرآن میگه که من ظالمم نه عربیش بخون چی میگه بیساخی من عرب نیستم من تاجیکیش میگم میگه که دروغ نگو تا عربیش بخون از من جمع زنه میبینم من الحمدلله که تو آیت بخون دلیل فقط بیولوژی گفتی کو من قدش کردم بیا اکا با نام خدا گنده دروغ میگه همین رو همین شیطان شما باطلا بیس من گپ زنم اخی گپ من تمام کنم بعد گپ زنم عربیش بخون عربیش بخون عربیش بخون ظالم میگه خداوند میگه که ظالم من تیز نبود من عرب نیستم من تاجیکم انسان اخی قرآن عربی تو خدا زده تو مرا بگو که قرآن به عربی نوشته شده یکمین مراتبه حوزی در تمام مسجدها به عربی میخونن من بگو که از اول قرآن باز کدام زبان نوشته گیه من بگو به عربی بخون قرآن اکو در کجا سوال من را جواب که اگر چقدر دانا باشی با کدام زبان نوشته گیه قرآن آخی حوزی در مسجدهای تاجیکستان به کدام زبان قرآن میخونن مالش تو حوزی به تمام زبان نوشته گیه به تمام زبان است حوزی در تاجیکستان به کدام زبان قرآن میخونن چی تو پرسانی که خدا عربه آیت بگو آیت همایل آیت بگو آیت بگو تمام با فارسی با عربی آیت همه شما را به زبان تاجیکی میگم که تو بفهمی تو با عربی شب بگو من خودم بگو با عربی میفهمیدی اگر دروغ میگوی تو شیطانی دروغ میگوی اگر به عربی میفهمیدی هم نمازای گفتگی میخوام من برای چی میگم به عربی بگه برادرو برای خاطری که دروغ نتونه گفتم من بیام پیدا کنم این به تاجیکی میگم من به تاجیکیش قینه یافتنش من 10 ساعت نمیومش قینه با زبان از عربی بگم 10 سکند میومش
تو نکوش لبوی مولا را سوال تا که همین گفته سه میگه راسته یا نه؟ ما الحمدلله خودم اهل قرآن است، ما الحمدلله خودم تو اهل قرآن باشی گفته برابر میفهمی. تو اوجه فهمیدی که من چی میگم اگر تو بدونی ای پدر دا اینمی فرزندو تو این پدر ایت دا اگر قرآن خوب نخونم درون توف کنی. خبی مردک باشی من آیت بگم با تاجیکی تا اگر آیت تا اگر قرآن اگر چی باشی اگر قرآن خونده باشی من زبان عربیش بخون. خراشو من آیت با تاجیکی میگم تو بگو که کدام آیت اگر تو قاری قرآن باشی. آخه تو با عربیش بگو. گوش که اکا سلمان بیا در این قرآن امون نیست. گوش که اکا تو عربی نمیدونی. این مثلا سوال من ترجمهش کنم. سوال عربی تو ترجمهش کن ها. نه تو قرآن بخون. ها نه. برای تو سوال نداری که دیگه نگریزون. گپ دیگه نگریزون. تو گفتی اکا سلمان ای امونش برای سوال نه دیگه. نگو یگون چی بگو. یگون چی نگو گوش که مرا. ای اکا. عربی را اکا. الله بای. گوش که چی با که در تاجیکستان تمام کامبرال خدمت میرود. تمام کامبرال چی با یگون بچه وزیر بچه پرزیدنت بچه گفتی گپا که حالکومنی گنرال یگون تاش خدمت نمیرود. برای چی؟ ای برادر اینجا ما پریچوم بچه کدومش میگوی نرفته؟ امام علی بچه رستم امام علی بچه خیلی پرزیدنت رستم امام علی وای خدمت اوجه کردگی خدمت کرده سه به خلق به ملت خدمت کرده سه چی با خدمت کردگی میری شهر شیدگی یگون بودن ای خمر ابگو کی چی با حضرت عثمان یه دقیقه استقادت کردم یه دقیقه چه گنرال شید خدمت نکرده گنرال شید تو من گپ زنیم آخی و زسلوجنی گنرال های دروغ نگو بسیار گوش که گپ زنم من آخی چی با حضرت عثمان همه خشتورش در گیرش گرفت چی با سوال من جواب کن و همه بیس من جواب میتم اونا همه صالح هستن پاکیزه هستن اگه دزد نیستن غر نیستن اگه دخترای امام علی جلاد نیستن بهودگر نیستن گول نیستن گوش که سلیمان دختر حضرت عمر و حضرت اخی اولاد حضرت عثمان رضی الله عنه را هیچ وقت در 500 سال تا وقت زنده ایم هیچ وقت با رحمانوف مقایسه نکنه. تمام علما رحمانوف کافر میگن یا مشرکش میگن یا طاغوتش میگن. عثمان خلیفه ما او را با جانمان و با قلبمان دوست میداریم. گوش که سلیمان گوش که خدمت کردگی است که رحمانوف گوش که گپ زنیم همین کانال برای خودت کرده باشی ما گپ زنیم اخی تو مشرک یکمش که وقت رحمان فهم مشرک میگو مشرک من نگفتم تو مرا مشرک گفتی به همین خاطر من قبول کردم من نگفتم من گفتم که تو خودت میشوی خودت نقد میدونی من نگفتم لیکن تمام علما گفتگیانش تو یگون سوال ما را جواب میتی یا که نمیتی یگون سوال ما جواب دادم میتونی یا که نه